این ولاگ قسمت 5 بازسازی اتاقمه. بعد از رنگ کردن اتاقم دیگه وقتش بود که اتاقمو مرتب کنم، چون اتاقم خیلی شلوغ بود. اول از همه یک قسمت رو جارو میکردم، بعد وسایلشو میچیدم و بعد میرفتم قسمت بعدی. یک سری وسایلم که دیگه توی اتاقم نمیخواستم و انداختمشون دور. این وضعیت اتاق منه. 2 تا رگالم با هم میزدم به دیوار. اول از همه علامت زدم جایی که میخوام بزنم و بعدش به خاطر اینکه هیچ سر در نمی آوردم از دریل زدن، از داداشم کمک گرفتم که البته بعدش یاد گرفتم و قراره بقیه شلفا رو خودم بزنم. و بعدش هم میرسیم سراغ برقکاری لامپ‌ها که چون که من برقکاری بلد نبودم اونم داداشم انجام داد. بعدش هم زمان این رسید که لباسامو آویزون کنم به رگال. از اونجایی که دیگه نمیخواستم چوب لباسی آویزون کنم به کمدام تصمیم گرفتم این رگال ها رو بزنم. و وقتی هم خریدمشون اصلا نمیدونستم که خوب میشه یا نه، ولی به نظرم بد نشد. که بعدم به خاطر محکم نبودن یکی از پیچا رگالم کنده شد که بعد با میخ زدمش به دیوار. بعد از دریل زدم برای شلفا متوجه شدم که پیچ و رول پلاک مناسب نداریم.